به خاطر حاکمیت قرآن کریم باید مبارزه بکنیم. یعنی مبارزه برای حاکمیت قرآن کریم یکی از مهمترین حقوق قرآن کریم هست، به دلیل ای که قرآن کریم را الله تبارک و تعالی نازل کرده. یک هدف کلی که از نزول قرآن کریم الله متعال داره ایست که اینمی باید در جامعه بشری تطبیق شود. یعنی زمین از آن الله هست و در این زمین الله باید حکم الله جاری باشه و این زمان صورت میگیره که ما کسانی که به پیام الله که قرآن کریم از ایمان داریم در تلاش تطبیق حاکمیت الله تبارک و تعالی باشیم. این مسئولیت بسیار بزرگی است. یعنی اگر کسی در جامعه بشری ما برش دعوت میرسانه، دعوت قبول نکرد، اسلام خب بزرگ نیست، لا اکراه فی الدین، جبر کردن نمیتونه میشه که اسلام بپذیره. اما حاکمیت اسلام در جامعه بشری جبری است، باید اسلام حکومت بکنه. و الله تبارک و تعالی در دهها آیات قرآن کریم الله متعال این نکته را ذکر میکنه که و ان احکم بینهم بما انزل الله، باید مطابق آنچه الله حکم کرده در میان مردم حکم کرده شود. این حکم الله هست، در دهها آیات قرآن کریم میآید و بسیار به قاطعیت الله تبارک و تعالی این نکته را بیان میکنه. پس حاکم کردن دین الله و حاکم کردن قرآن کریم به عنوان کلام الله یک حقی از حقوق قرآن کریم بالای ما شما، یک واجبی از وجایب دینی ما شما هست که این نکته را نباید فراموش بکنیم. یعنی در جامعه بشری قرآن به عنوان آخرین پیام الله باید حکومت بکنه و طبق این باید عدالت الهی به اصطلاح در جامعه بشری تطبیق شود و این زمانی میشه که ما امی باور و اینمی عقیده و اینمی اندیشه را داشته باشیم. این از جمله مهمترین وظایف مسلمان ها هست. و شما ببینید اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم با امی عقیده می جنگیدن، با اینمی عقیده دعوت میکردن و با اینمی عقیده زندگی خود وقف میکردن.